سلام بر بچه یوتیوب، امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدم امروز با یه ویدیوی آموزشی جدید. امروز میخوام بهتون یاد بدم که چطوری خیلی راحت جای سینک رو توی صفحه در بیارین. با من همراه باشین تا آخر ویدیو که بهتون نشون بدم. خب اولین کاری که میخوایم انجام بدیم این هستش که مرکز عرض این کابینت رو تقسیم بر 2 میکنیم و مرکزش رو پیدا میکنیم. عرض کابینت من 30 اینچ هستش، تقسیم بر 2 میشه 15. من علامتش رو زدم، از ضخامت صفحه اینو منتقل کردم به اینجا و حالا بهتون میگم مرحله بعدی چی هستش. خب مرحله بعدی این هستش که سینک رو به این صورت به حالت برعکس میذاریم. من تصمیم گرفتم که قسمت کوچیک سینک هم سمت چپ بیفته. البته سینک من چپ و راستی نداره، ولی به این حتما باید توجه بکنین چون سینک ها بعضی موقع ها جای شیرشون توی این قسمت جلو در اومده. توی این سینک چپ و راستی نداره، حتما باید به چپ و راستیش توجه بکنین. خب کاری که من میکنم، استانداردی که من همیشه رعایت میکنم 3.5 اینچ هستش. پس سینک رو 3.5 اینچ از لبه صفحه میذارم روی صفحه. دقت کرده باشین اینجا هم 3.5 اینچه. بعدش عرض سینک هر چیزی که هستش تقسیم بر 2 میکنین. عرض سینک من 23 اینچه، من تقسیم بر 2 کردم شده 11.5 اینچ. اون عرضی که یعنی اون مرکز سینک رو که پیدا کردم با این خط یکیش میکنم، یعنی مرکز کابینت هم با مرکز سینک یکی میشه. در عین حال این فاصله 3.5 اینچ هستش. وقتی که اینو میذارم با یه مداد دورش رو علامت میزنم، دور این سینک رو علامت میزنم. این میشه بیرون سینک، مداد میشه بیرون سینک. مرحله بعدی این هستش که هر چیزی که علامت زدم 1/4 اینچ این علامت رو منتقل میکنم به سمت داخل. چرا؟ به خاطر اینکه میخوام این قسمت از خود سینک در بیاد. پس 1/4 از هر طرف آفست میکنم. نگاه کنین همه اینا 1/4. علت این که با ماژیک زدم همیشه من از 2 رنگ استفاده میکنم. یادم میمونه اون چیزی که بیرون هستش یعنی مداد خط بیرونیمه، اون چیزی که پررنگ هستش و ماژیک کشیدم خط داخلیم هستش. پس در حال حاضر میخوام بدونم که من این خط رو باید ببرم. اوکی، حالا بهتون نشون میدم که چه جوری برش بزنیم. یه نکته مهمم میخوام بهتون بگم که خیلی مهمه و خیلی بهتون کمک میکنه وقتی که میخواین سینک رو تنها ببرین. ضخامت این صفحه 1.5 اینچه. اوکی، که فکر میکنم آره دیگه 1.5 اینچه. کاری که من کردم، من ارمو همیشه روی نیم اینچ یا 3/4 اینچ همیشه تنظیم میکنم و یه مرحله با 1/4 اینچ یا 3/4 اینچ دور تا دور میبرم. حالا مرحله بعدی رو بهتون نشون میدم. این نکته رو میخوام اضافه بکنم این وسط، این که
علت این که من ارتفاع اره رو کم کردم و روی 3/4 اینچ گذاشتم این هستش که وقتی که این کار رو میکنین به ماشین برشتون یا اره فشار نمیاد، تیغ اره‌تون بیشتر سالم میمونه، کمتر داغ میشه و عمرش مفیدتر و طولانی تر میشه. اینم یه تریک کوچیک که میخواستم این وسط بهتون یاد بدم. مرحله بعدی کار این هستش که وقتی که من صفم رو بریدم، به خاطر اینکه اون برشا به همدیگه وصل بشه توی اون گوشه های کار و صفحه کامل در بیاد، بعد از اره عمودوار یا جیکسا استفاده بکنم. اوکی؟ قبل از اینکه اره جیکسامو ستاپ بکنم و بخوام صفامو کامل برش بزنم که اون قسمت وسطش برش بخوره و برای سینکمون آماده بشه، میخوام یه تریک دیگه بهتون یاد بدم. الان خدمتون توضیح میدم. یه قطعه از اون چیزایی که چوبایی که اضافه اومده یا ویست کار برمیدارین که ارزش بیشتر از این برش کارتون باشه. اوکی؟ یه پیچ بلند بهش وصل میکنین، چون این وسط هیچ کارایی نداره و به قول معروف جزء پرت کار هستش. من اینو به این صورت اینجا میذارم. اوکی؟ حالا اینو من پیچش میکنم اینجا، اینجا قفل میشه. علت این که این کار رو انجام دادم این هستش که اکثر مواقع چون من نصبامو تنها انجام میدم، وقتی که اره عمودبر میخواد اینجا رو برش بزنه و این گوشه ها رو به هم وصل بکنه، باعث میشه این صفحه یهویی بیفته پایین. پس چه اتفاقی میفته؟ هم به کابینت پایینی یعنی به پایین کابینت آسیب میزنه، هم بعضی موقع این گوشه ها کنده میشه و صفحمون عملا خراب میشه و اون کار و کیفیت کارمون رو میاره پایین. چون وقتی که صفحه رو من بذارم از این قسمت کار دیده میشه و مشتری اینو قبول نمیکنه. اوکی؟ حالا میریم با جیکسا یا اره عمودوار این صفحه رو کامل در بیاریم. این قطعه باعث میشه که این نیفته پایین. صفحمون عالی نصب شد.
خیلی تمیز. الان کیفیت کار بعد از تمیز کردن این گرد و خاک بهتون نشون میدم. سقفمون خیلی عالی برش خورد. دقت کرده باشین گوشه ها خیلی تمیز، یکسان، یک دست در اومده. همونجوری که میبینین این خط بیرون هم هستش. این خطی که داخل کشیدم خط ماژیکی بودش که من برش زدم. هیچ گوشه آسیب ندیده و میریم که سقف رو بندازیم ببینیم به چه صورته. البته فکر کنم دیدیم. اجازه بدین. سقفمون خیلی تمیز و با کیفیت توی جای خودش قرار گرفته. مرحله بعدی این هستش که لوله کش کار وقتی که میاد اینو از زیر اون کلیپساشو وصل بکنه و شیرشو نصب بکنه که آشپزخونه آماده استفاده باشه. امیدوارم این ویدیو هم مثل ویدیوهای دیگه براتون جالب بوده باشه. خواهش میکنم کانالمو سابسکرایب بکنین، ویدیو رو شیر بکنین، لایک و کامنت یادتون نره. به هم انگیزه میده که ویدیوهای بهتر و جدیدتری براتون درست بکنم. مخلصیم.